جان داداش سلامتی؟ حال شما داشت چه خبر؟ چی شده؟ اومدن دادا قطع کن اومدن جان داداش بفرما. جون داداش چی خبر؟ خبر حال شما؟ خب دیگه داداش چه خبرها؟ چه کارا میکنی؟ الحمدلله داداشی میگذره روزگار سخت میگذره ولی شکر خدا مردونه میگذره تو همین دیگه اسنپم سختی خودشو داره گاهی موقع خیابون شلوغه گاهی لوکیشن خرابه ولی شکر الحمدلله شکر خدا داداش، دمت گرم. همه قدم که کار میکنی خرج خانواده رو میدید، دمت گرم. ولی میدونی داداش امشب برای چی واسه زنگ زدم؟ جان داداش در خدمتن چی شده زنگ زدی خب داداشی چرا زنگ زدی امشب داشت زنگ زدم، میخواستم یه باری داشتم حقیقتا خواستم خودت واسم رد کنی. گفتم داداشمی، کنارمی، رفیقمی، گفتم این بار رو بدم تو رد کنی. الان هلوهاش 50 تومانی واسه در میاد، میری یا نه؟ والا حقیقتش داداش خودت میدون دنبال داستان و اینا نیستم ولی خب اگه مادرم اینا که بفهمن خودت که میدونی چقدر واسه مهمه اگه بفهمم که دق میکنه ولی بازم اوضاع اقتصادی و اینا تورم که همت خودت بهتر خبر داری انشالله حل داداش که حرکت انشالله خب باز حل داشت، فردا خبرت میکنم. انشالله منتظر تماس داداش سلامت باشه، خیالت راحت. دمت گرم. خداحافظ عشق منی. عشق من داداش خداحافظ